سرمربی نوی دسته رگری تداج شهری ترسزاده متخصص معروف فوتبال تاجیک طاهر مومنوف تعیین گردید. قرارداد همکاری میان جانبها برای 1 سال امضا گردیده در صورت اجرا گردیدن هدفها آن تمدید می‌گردد. مخلصان رگری تداج از این قرارداد با طاهر مومنوف طرفدارند. طاهر مومنوف 54 ساله بوده. سال 1988 با هیئت پامیر دوشنبه به حیث بازیگر پیوست و بعدا در هیئت وحش، صاحبکار، پامیر، اندیجان ازبکستان، فروخی حصار، خوجند و رگری تداج به حیث نیم حمایتگر فعالیت کرد. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان 31 وخوری انجام داده و دروازه حریفان 13 گل زده است. به حیث مربی در انرژتیک وحش، رفشن کولوب، دوی مرکزی ورزشی ارتش، خیر، ایسترافشان، فیضکند، کوکتوش فعالیت کرده است. چمپیون تاجیکستان در سال 1995 برنده مدال‌های نقره چمپیون تاجیکستان سال‌های 1993 و 94 و جایزه جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2005 میباشد. بعضی سرمربی با دسته خیر سال 2014 صاحب جای دوم، با رفشن 2015 صاحب جای سوم و با کلوب مرکزی ورزشی ارتش سال 2017 صاحب جای سوم در لیگ عالی چمپیون تاجیکستان گردیده است. طاهر مومنوف در رگری تداج مربی شناخته زاهدی رحیموف را عوض کرد.